من زرنگار ابراهیم دانشجوی بخش دومی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد سیفالدین قاسمی فاکولته ساختمان و معماری اختصاص گردش و خیاطی دانشم. حالا من درباره میراث ادبی یکی از متفکران بزرگ کمال خوجندی معلومات می‌دهم. میراث ادبی کمال خوجندی از رباعی، قطعه و غزل عبارت میباشد. از کمال خوجندی تنها با ما یک دیوان شعر باقی مانده است. کمال خوجندی را در ادبیات کلاسیک فارسی تاجیک استاد غزل شمرده‌اند. غزل‌های استاد کمال خوجندی گوناگون رنگ بوده، موضوع‌های حیاتی را در بر می‌گیرد. یکی از موضوع‌های مهمترین غزلیات کمال خوجندی این موضوع عشق میباشد. اشتراک استاد کمال خوجندی گفته است عشق این عطای خداوند است و هر یک انسان باید از آن برخوردار باشد. عشق حتی به پسران و موسیقیدان سعادت خاصه میبخشد. کمال خوجندی بسیاری از حیات خود را در سفر گذرانیده است و غریبی‌های زیادی را از سر گذرانیده است و گرچند که حیات وی در غریبی گذشته بود همیشه یاد وطن عزیز خویش را داشت و با یاد وطن خودش زندگی می‌نمود. چنانچه گفته است دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تنها غریب. آرزومند دیاری خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حالی ما، محنت غربت نداند هیچ کس اینجا غریب. هرگز از راه کرم روزی نپرسیدی که چیست، حال زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. چون در این دوران نمیگردد کسی بر حال ما، در چنین شهری که میبینی که افتد با غریب. در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال، با غریبی با غریبی با غریب با غریب.